مبارکه. رامبد مبارکه. رامبد بله. رامبد جایزه چی بود؟ نفری 100,000 یعنی تومان. همه هر کی الان تو استودیو 100,000 تومان برد؟ بله. همه؟ بله. یعنی ما هم قبول توش، ما هم برنده. بله ما هم برنده شدم. هر کی از این شماره داری یه 100,000 تومان یعنی برده. امشب هر کی از 100,000 تومان برده. بله. بده چه؟ بده چی؟ پولمو بده. پولمو بده. پول تو بدم؟ بله 100,000 تومانمو بده. خب آخه الان که من نه میدونم، مگه نبردم؟ چرا؟ خب پولمو بده. نه بردم. عزیزم نه مگه همه نبودن تو سالن؟ عزیزم من اینجا پولمو میخوام. گوش کن لطفا به حرفم. لطفا به حرف من گوش بده. در خندوانه نشده کسی جایزه بگیره و نگیره جایزه ما کاری به حرف من بعد کسی جایزه ما ببریم بهم نده. مدهنش کاگل میگه پولمو میخوام. خب من بعد که همین قبلش هم همین بوده الانش هم همینه. من قبلش هم همینه. همش همینجوریه. خب چی؟ الان من چیکار کنم بردارم به تو 100,000 تومان پول بدم؟ مگه برنده نشدم؟ چرا آخر پولمو میخوام. عزیزم الان گیرم. مو فردا بدی بهم به دردم. الان گیرم. من الان پول تو جیبم نیست. کاری ندارم. مگه ننوشتی روی صفحه 100,000 تومان برنده؟ پولمو میخوام. ملت ما پولمو میخوام. ما کاری ندارم اونجا با آتش میکشم الان. ما پولمو میخوام. یه لحظه صبر وجدان داشته باش. چی؟ مرد باش، وجدان داشته باش. حرف زدی روش وایسا. آقا ما پولمو میخوام. بابا خیلی خوب مگه من کلاهبردارم؟ ما کاری ندارم به حرفا. ما ضرر زیاد خوردم تو رفاقت. ما از پشت خنجر زیاد خوردم. ما پولمو عزیزم میخوام. به من چه ربطی داره؟ مگه تا بار من به تو دروغ گفتم؟ نه ولی ما پولمو میخوام. ما کاری ندارم. اجازه میدی تموم شه؟ نه همین الان ما پولمو بدی برام پیش زندگی. پولمو میخوام. پول آدم پشیمون میشه یلا. از جایزه دادن. پول بیا یلا پول میخوام. یلا این پول چه میخوام. رفتار زشتیه؟ این چه رفتار خلوف آمیزیه؟ چرا همچین چی؟ به انگلیسی بگو پولمو میخوام. به فرانسه بگو. شوف باقي يفيق شوف زي ياخذوا. به آلمانی. الله شرتخلوا فوق كلام تفتوا بعكك بولا. ایتالیایی. تو پرپند تو سو پول بدتو. ژاپنی. تو تو پولیا. چینی. تو کره. انسان باش. 100,000 تومان میشه. ندارم الان 100,000 تومان پول بابا. قول دادی. میکشونم دادگاه. میکشونم دادسرا. رامبد به اونجا نمیکشی. آقای شاه حسینی. بله آقای شاه حسینی. آقای شاه حسینی یه 100,000 تومان پول یه جا پیدا کن بیار بده به من. 50 تومن نقد دارم اگه کارش شما نیست. صبر کن. نه آقا شما نکنید. شما خواهش میکنم شما این کار نکنید. 50 تومن کارشون نیست. خواهش میکنم. نه شما برای چی بدی؟ مرد صاحب خودش باید نکنید شما. بزن جیبش. خودش باید بده. بفرمایید. این چقدره؟ این 50 تومنه. چقدر ما بردم؟ 100 تومن. پولمو میخوام. آقا چرا آبری منو داری میبری؟ الان 50 تومن بگیر من به تو 50 تومن دیگه میدم. بده بینم 50 تومن. چی؟ بگم بده بینم 50 تومن. اینو بگیر. باش. بقیه‌اش میدم. نه الان میکشونم دادگاه رامبد جوان. تو این پله‌های دادسرا بالا پایینت میکنم رامبد. سر 50,000 تومن. بله سر کمتره. ای هم آدم‌ها رو به آتش کشیدم. پولمو با بدی. 50,000 تومن گیر بیار از اون جور پشت. شاه حسینی به رخمو نکش. دانی آلمانی همه میبافم. چرا اینقدر خشن شدی؟ سر 50,000 تومن ببین داری چیکار میکنی؟ میخوام اصلا بگیرم بنزم تو جوب. چیکار دار؟ پول خودمه. بردم. به نظرم یه رفتاری داری میکنی که اینجا جوسازی داری میکنی. چه جوسازی؟ پول خودمه. جان از بچه‌ها گرفتی آوردی؟ 50 تومنه؟ بیان یک ریال که هم باشه استدیوی خراب میکنم. بفرمایید. بده بشمار بینم. آخه 20 تومنی که تو جیبش میذاره پیدار زمونه. بشمار بینم. 100 تومنی هم هست. آقا شما چرا تو کار مالی ما دخالت میکنید؟ بشمار بینم. میشه همینجوری بدم قبول کنی لطفاً؟ ما ای 50,000 تومن
مک میشماری بهم میدی. بشمار قشنگ. آقا قبول کن، اعتماد کن دیگه، به من و شاه حسینی اعتماد ما کن. الان میگیرم اینو خونه یکیش گوشه نداره. شما اون موقع کجایی؟ کی پاسخگوه؟ آقا کجا؟ من فرار میکنم. شاید نخ نداشته باشی که از اسکناساش. اوه چیه؟ صدای گرگ برای چی در میانی؟ 100,000 تومن دادی تهدید میکنی چرا؟ آقا نکو دستو نکو سمت اصول. ببین به چه وضعیتی کشوندنو. آخه این چه وضعیه که ما داریم با این؟ 10,000 تومن، 20 تومن، 25 تومن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میشه چقدر؟ 45 تومن، 1 2 3 خب 48 و 500 خب 48 و 640. خب عزیزم به خدا الان دیگه نداری. خب کمه الان. جان من قبول کن. رامبد ها خدا شاهده خریدش برای خودم بیشتره حرفا داره میگه. یعنی نمیصرفه. اینو گرو نگه دار. خب بقیه اون 200 خورده تومن رو میدم بهت. 300 تومن بهت میدم. باش چون شمایی باشه رامبد. چشم. اصلا بین ما و شما بحث حرفا نیست. بحث مالی نیست بین ما و شما رامبد. دیدیم به چه فلاکتی افتادم برای یه دونه 100 تومن. بریم کجا؟ آقا بریم بیایم. چشم. برنامه رو داریم میبریم جلو. سلام. 1 2 رو به اونور. 1 2 3